یه لحظه ببخشید گفتی غذا بیا روزبه. آره روزبه. نه هر جوری دوست داری، اگه بیای تو هم باحاله. لباس آخه مناسب نیست. روزبه خداوندگار برنامه مستقل که باید بیاد، ولی بیا همینجا ببینن واقعا. یه میکروفون بچا به روزبه میدین؟ صدا میرسه. میام از میکروفون شما استفاده. بذار سلام علیکم. بذار سلام علیکم. سلام میکروفون. سلام روزبه جان. خیلی خوشحالم. این میکروفون تو. سلام، به نام خدا هستم. چیه بخوام؟ یه شعر حفظی آماده کردم، چند تا تقلید صدای خوب، چون ما که بیکاریم. میگم اگه مراسم ها خواستین از ما دعوت کنیم، من هم تقلید صدا خوب بلدم، سرگرمتون میکنم خلاصش. آره برام خوبه. روزبه راجع به غذا تو اذیت هم نکن، من تازه لاغر کردم. ببین لوبیا یه کباب، ماهی اصلا زباله. لوبیا کباب یه لیگ دیگه ایه از غذا خوردن دیگه. پیشنهاد میکنم در کوچه اصفهان برید و فقط لوبیا کباب بخورید. پاینده باشید.